امروز یک کندوی زنبور عسل زنبور عسل درست کنیم، یه ستاپش بکنیم. این کندوی زنبور عسل اینجا یک چیزی هست به نام فلو هایو، خیلی معروفه توی دنیا و به خصوص استرالیا. کاری که میکنه اینه که وقتی که میخواین عسل رو استخراج کنید دیگه احتیاج نیستش که اون کندو رو کلاً جدا بکنی، در بیاری فریم ها رو. و قدیما کندوها رو میچرخوندن با نیروی گریز از مرکز، عسل در میمد، کثافت کاری داشت و 1000 تا دردسر. این یک روش جدیدیه که خیلی ساده عسل اکسترکت میشه و بدون اینکه حتی احتیاج کندو رو در بیاری. حالا بعدا وقتی که درست شد بهتون نشون میدیم، ولی الان امروز میخوایم نحوه نصبش رو، یعنی ما توی چند تا جعبه گرفتیم و میخوایم باز کنیم با هم نصبشون کنیم، ببینیم کجا میرسه. امیدوارم همه چیش اومده باشه. ما زنبورا دیگه الان بیرونه. ما داریم زیر شد این کار میکنیم که تنها جایی که الان سایه است. برای همه ماشین پشت تو تصویر. امیدوارم یکی دیگه کندو باشه. خب اینستراکشن شاید باید هفته پیش اینو میذاشت. این لوبیاها رو که از شب قبل خیس گذاشتی خیس خورده. به داستانه. بله این تو فلت پک میاد برای کسایی که نمیدونن و باید کلن همه چیش نصب بشه. خب این یه سری از این مسائلشه. خب ببینیم چجوری باید استپ بای استپ درست کرد. خانوما اینفلوئنسرایی که آن پکینگ میکنید چجوری با یه دست؟ واقعا پکیجینگشون عالیه، تر و تمیز و ریدا رو نصب کنیم. خیلی پایینیه، یک مقدار با اون یکی فاصله داره، موازی هم نیسته. این مقدار کثافت گرفت. این الان خونه‌شون داره آماده میشه. این شیربوری دارن. خدایا نازشی.
حالا این که داری میبندی چیه؟ سوپر. سوپر چیه واقعا؟ سوپر چیه واقعا؟ سوپر اونجایی که اصل درست میشه. مغازه دیگه. من وولورتس. این هم وولورتسشون. سوپر اونجاییه که اصل اتفاقی که میفته کندوی اصل 2 طبقه است. در حقیقت 3 طبقه، ولی طبقه اولش چیز خاصی نیست. طبقه همکفی چی نیست. طبقه اول ملکه زندگی میکنه با دوستاش اونجا. کاری که میکنه ملکه هی تخم میذاره، اینام هی واسه این تخم غذا درست میکنن و لاروا بزرگ میشن اون تو. بهش میگن برود. اون قسمت بروده. بعد کاری که ما میکنیم اول میذاریم اونجا هی زیاد بشن به یه جایی میرسن که اونجا دیگه جا نمیشن. اون در بالا رو ور میداریم، این صفحه پلاستیکی رو میذاریم. این چیه؟ این کوین سپریتر. کوین چون خیلی ذره بزرگه الان اینا رد نمیشه، ولی بقیه زنبورهای کارگر از این لا رد میشن، میرن طبقه دوم و فکر میکنن که هنوز کوین قراره اونجا این طبقه دوم اونجا کار بکنه. بنابراین هنوز برای کوین فریم میسازن و غذا درست میکنن و همون برنامه که اون کندوی عسل درست میشه و عسل اینا دیگه اون تخم گذاری توی اون چیزا نمیشه، اون کندوها فقط عسلش پر میشه. ولی پایین توش تخم هم هست، عسل هم داره، غذای اون لارو زنبوره. بنابراین کاری که انجام میشه اینه که تقریبا ما گولشون میزنیم که این فکر میکنه هنوز داره عسل درست میکنه، غذا برای بچه‌هاشون. آره، نگو که ما داره عسل درست میکنه. داره عسل درست میکنه. خلاصه تقریبا یه حالت گول زدن ایناست. خیلی بد. داستان عجیبیه. خیلی بد شد. آره. خدا خلاصه. ولی اون مسئله اینجاست که چون دیگه اون کوین نمیتونه بیاد بالا، فقط عسل میمونه تو اون طبقه. بهش میگن سوپر که از توی اون مثل سوپرمارکت از توی اون ما عسلمون رو استخراج میکنیم بدون اذیت کردن هیچ چیزی. امیدوارم. تمام. خب کاری که ما میکنیم الان این اون باکسیه که از مغازه خریدیم و این بقیهش هایویه که درست کردیم. حالا فعلا میذارم اینجا یه ذره خشک بشه، بعد ما باید این رو جا به جا کنیم، هایو بذاریم اونجا، برای اینکه زنبورا جی پی اسشون خیلی دقیق کار میکنه. یعنی الان همشون ست کردن خونهشون اونجا، یعنی مگه اینجا بذارم اینجا گم میشن، ولی اگر هایو بذارم اونجا همشون برمیگردن میرن تو خیلی راحت. حالا از مراحل اینکه این هایو رو من بخوام ستاپ بکنم هم فیلم میگیرم که خیلی جالبه، ولی فعلا یه نیم ساعت میذارم باشن بذاره بیشتر خشک بشه که بوی رنگ اذیتشون نکنیم. بنده های خدا را به زودی خواهم دید. شما را فعلا دارن عشق میکنن اینجا، دارن میان و فعلا کیف دارن میکنن اینجا. هوا هم بد نیستش امروز، هرچند که بازم به نظر من که گرمه، ولی فکر کنم واسه زنبورا کش فردا خیلی گرم میشه. امیدوارم زنبورا نمیرن. ما که نه، رضا دست این همه اینا رو وصل کرد. این اسباب بازی هاشونه که باید نمیدونم تو این چوب بریزیم، تو این باید چوب بریزیم، بسوزونیم، دود بده، بعد با
دود بزنیم بهشون که آروم بشن قبل از اینکه در اون ظرف رو باز کنیم که کامل خونشون جاش عوض شه. اینم رزاست داره سوت فضانوردیش باشه. باریکلا. جنگ زنبورا. ما الان فهمیدیم که صبح باید آفتاب مستقیم به زنبورا بخوره که از خواب بیدار شن. حالا نمیدونیم این جایی که انتخاب کردیم آفتاب مستقیم صبح داره یا نه. اگر که نداشته باشه مجبوریم جاشو عوض کنیم. چقدر خوشگله. سایز بندی هم داره. ایکس لارجه. فکر کنم باید بیام کمک. چی؟ چه جالب. خودش وصله از قبل. از اون برم ببندش یه ذره بازوزی کن. بغل گردنت. پایین 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 پایین. آها. آفرین. ای بردی. این هم دستکشه؟ خب آتیش درست کن شما. تو برگاه خوش نیستم. امیدوارم که آتیش بگیره و دود هم بکنه. چی بامزه است.